سلام دوستان، صبح شما بخیر. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. این یه دونه زنگ بی سیم هستش، سیم نداره، به خاطر میگم بی سیم. و در جاهای مختلف میتونین از این استفاده کنین، مخصوصا در سوله ها، جاهایی که دسترسی به برق ندارین، سیم کشی براتون مقدور نیست، میتونین از این زنگ ها استفاده کنید. اینو باید یه جایی تو خونه یا مجتمع یا سوله به پریز بزنید، پریز برق، و این شستش هم دم در میزنید دیگه. سیم نداره، هر کجا برید از اونجا بزنید این زنگش میزنه و میتونین استفاده کنید. خیلی ممنون یا علی.